از 8 تا 10 نوامبر سال جاری در شهر استانای جمهوری قزاقستان چمپیونات جهان اوید به سامبو دایر می شود. طبق اطلاع در این مسابقه سطح بلند ورزشکاران 80 کشور دنیا شرکت خواهند کرد. از جمله سامبوچیان کشور ما نیز در هیئت 9 نفر در این مسابقه برآمد میکنند. قبل از سفربر شدن به استان منتخب سامبوی میهن جمع آمادگی را برگزار نمود. تمرین های دسته‌جمعی در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی براه مانده شده در آن 7 نفر سامبوچی با جمع مربیان شرکت کردند. رهبریت فدراسیون سامبو که خود تجربه زیاد این رشته را صاحبند در مشق‌های دسته‌جمعی اشتراک کرده به ورزشکاران توصیه‌های مفید می‌دهند. خیلی شما دیده شدید تیم منتخب جمهوری تاجیکستان 9 نفر سفربر میشوند. 5 تا اونها سامبوی رزمی یعنی گوشتینگ و 4 نفر دیگر سامبوی محاربوی برآمد میکنند. امیدوار هستیم که بچه‌ها خوب برآمد میکنند. تیاری آمادگی خوب دیده گیان. خواهان اون هستیم که همین جای اول رو اشغال کنند. پرچم ملت عزیزمون رو بلند بردارند. از میان 9 سامبوچی میهن 4 نفرشان در سامبوی محاربوی و 5 نفر در رشته سامبوی ورزشی در وزن‌های گوناگون برای کسب مدال مبارزه خواهند برد. از نمود سامبوی محاربوی تاجیکستان را مسعود قوقانشیف در وزن 58 کیلوگرم، خدایا رجبزاده در وزن 71 کیلوگرم، خلیل طالبزاده در وزن 88 کیلوگرم و سی محمد اسمتوف زیر وزن 98 کیلوگرم معرفی میکنند. در رشته سامبوی ورزشی باشد ظفر علیمشیف در وزن 58 کیلوگرم مبارزه خواهد برد. سوربان لطیفوف در وزن 64 و محمد عیسی رجبوف در وزن 71 کیلوگرم چمپیونات جهانی سامبو شرکت میکنند. دیوشتیچی عبیدی فعلا در شهر خوجند به تمرین ها سرگرم هست و در وزن 79 کیلوگرم مبارزه میبرد. برنده نشان زرین قهرمانی جهانی سامبو در سال 2021 اکمالالدین کریموف نیز در این مسابقه شرکت میکند. آمادگی هایش در سطح خوب جریان داشته مفصوف عزم دارد تا دوباره صاحب نشان زرین شود. ما کوشش میکنیم که در این مسابقه یک هنرنمایی خوب کنیم که مرتبه دوم عنوان قهرمان جهان رو به دست بیاریم و پرچم تاجیکستان عزیز خود را در عرصه بین‌المللی بلند برداریم. سال 2023 ما در چمپیونات جهان در شهر یرevان ارمنستان برگزار گردید که ما خوشبختانه اشتراک کردیم. در سال گذشته در چمپیونات جهان من سزاوار مدال برنجی گشتم و سالی که ما اشتراک نکردیم اون سال 2022 بود. هرچند سامبو نمود المپی نیست ولی در کشور ما محبوبیت خاص دارد. تنها در زمان صاحب استقلالی 3 نفر سامبوچی میهن عنوان قهرمانی را در چمپیونات جهان صاحب شده است. بهروز خواجه‌زاده سال 2017 در همسایه کشور ازبکستان اولین نشان زرین کشور ما را به دست آورد. بعد یک سال سامبوچی دیگر شناخته مملکت خوشقدم خسروف این دستاورد را تکرار کرد. آخرین مراتب از تاجیکستان در چمپیونات جهانی سامبو اکمالالدین کریموف در سال 2021 قهرمان شده بود. سرمربی منتخب سامبوی میهن ناصر بزرگ بران باور است که ورزشکاران ما از چمپیونات جهان دست خالی برنمیگردند. در مسابقه امروزه همون نفران اشتراک میکنند که آنها ارزنده ترینند و در چندین مسابقه ها نتیجه دادند و از نقطه نظر متخصصان امروز یکی از بهترین ها به شمار می رود. بعد انجام تمرین‌های دسته‌جمعی در پایتخت امروز هیئت منتخب سامبوی کشور ما طریق خط‌سیر مستقیم دوشنبه استانه به قزاقستان سفر می‌کند. یادآور می‌شویم که در چمپیونات جهانی سامبو رقابت‌ها میان مردان و بانوان و شخصان دارای امکاناتشان محدود در نمودهای سامبوی ورزشی و سامبوی محاربوی برای به دست آوردن 31 مجموعه مدال‌ها به نقشه گرفته شده است.